به یک آموزش حرفه‌ای پخت و پز با میمامی همراهمون باشین که امروز قرار نحوه تهیه قرص ترخینه که حقیقتا یکی از عجیب ترین چیزایی که مامی درست کرده رو بهتون آموزش بدیم. پس معطل دیگه نکنیم. خب اول از همه چیزی که بهش نیاز دارین 3 پیمانه بلغور گندمه که گیر آوردنش هم خیلی آسونه. داخل یه ظرف میریزیم و بعدش هم داخل یه صافی شستشوی تمیزش میدیم و به یک ظرف میکس بزرگ منتقلش میکنیم. ولی قبلش از همه چی مهمتر یک میزان قابل توجه ماست چکیده از 24 ساعت قبل که در دمای محیط باید قرار بدین تا کاملا ترش مزه باشه. یادتون باشه این مقدار ماستی که بلغور گندم اضافه میکنیم باید زیاد باشه و کاملا بلغور داخلش حل بشه و زیادی بافتش معلوم نباشه. خیلی خوب، بعد از مخلوط کردن این دوتا رفیقمون برای شروع 2 تا قاشق مرباخوری با زردچوبه اضافه کنیم. به علاوه مقداری نعنا خشک یا پونه، اونقدر فرقی نداره، سخت نگیر. دوباره این مواد باید به خورد هم برن مخلوط بشن و برای محکم کاری یکم دیگه زردچوبه ما بهش اضافه کردیم به یک سری دلایل نامعلوم. باز که همشو مخلوط کردین روی ظرف بزرگ میکس رو با سلفون کاملا پوشش بدین. اگر هم حال کردین یه درم روش بزنین قشنگ استراحت کنین تا 24 ساعت بعد که خسته کننده بگذره. یه مایه قشنگ زرد و عجیب غریب از آب در اومده. مامی سلفون رو حذف میکنه و برای زیبایی باز یکم همیش زد داخل یه قابلمه بزرگ ریخ. باز باید اینجا بگم که در این مرحله شما نیازمند دوغ محلی هستین که مثل ماست 24 ساعت در دمای محیط مونده باشه. حالا به مایه اضافهش میکنین، همینجوری هم بزنین تا مخلوط بشن. الان هم وقت حرارت دادنش رسیده. قابلمه میره روی گاز با یک شعله متوسط و یک صبر ایوب به همراه بازوی خیلی قوی میتونین به تهیه قرص ترخین خیلی نزدیک بشین. 1 ساعت پا گاز بمونید، هم بزنین بدون هیچ گونه وقفه و استراحتی. میتونی شیفتی کار کنی، هر جور راحتی. در نهایت به این غلظت و سختی و سفتی میرسی. حالا بعدیش کجاست؟ دقیقا اینجاست که باز باید صبر کنین تا مایه کاملا سرد بشه. بعد از سرد شدن مامی زد تو خط خیلی سنتی بازی، یه دوغ کرد تو کاسه و به این شکل قرص ترخینه مدل اول رو درست کرد. شما باید به همین سبک مامی قرص رو درست کنین که اصلا پشیمون نمیشی. شکل کتلت در اومده رفیقمون. وسطش حالا یکم باید الان تخلیه کنین تا بتونین زودتر خشکش کنین. میدونین چی میگم؟ الان مامی یه دونه دیگه براتون باز درست میکنه. من میرم کنار، شما نگاه کنید. پسر دست مامی تلاس. این از مدل اول که اصلی ترینه. حالا بریم سراغ مدل دوممون. یه سینی بزرگ پهن کنین، چند تا کیسه فریزر روش پهن میکنین و باز مقداری از مایه رو روی سطح پهن میکنین تقریبا با قطر 2 سانت استانداردشه. بعد که پهن کردین و صاف کردین مایه رو با چاقو و هر مدلی و هر شکلی توی سلیقتون برش بدین که مدل دوم هم دیگه اینجا تموم میشه تقریبا. خب بعد از چند تا پیام بازرگانی خسته کننده مدل دوممون تمومه. بریم سراغ مدل سوم که آسون ترینه. چند تا زیپ کیپ بردارین و مقدار مناسبی از مایه رو داخلش بریزین و بشینین پاش و با صاف کردنش یک صفحه تخت باحال این شکلی درست کنی. خدایی دیگه آسون تر از این نداریم، اصلا منم نگم، تصویر واقعا معلومه. این مدل سینی پهن کنی رو میذاری داخل فریزر 24 ساعت و اینجوری بعد 24 ساعت میشکونیش و تیکه تیکش میکنی میذاری داخل فریزر. اون مدل اولی سنتی رو میذاری جلوی نور خورشید روی بخاری شوفاژی چیزی، بعد 2 روز صبر میکنی تا خشک بشن. بعد 2 روز صبر به این نتیجه عجیب و غریب و آزمایشگاهی میرسی. ولی صبر کن، این داستان ادامه داره. قراره با این یه چیزای درست کنیم که جنم فرار میکنه اگه بیاد یوتیوب. فعلا ویدیو رو لایک بزن و ساب میمامی رو انجام بده تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. فعلا هم هیچی دیگه. خدافظ.